با من همراه باشین تا به شما 10 تا از مهمترین درس‌هایی رو که شمعسازی احتیاج داره و باعث میشه که توی کارتون کلی پیشرفت کنید و جلو بیفتین رو بهتون یاد بدم. سلام، من مریم هستم. به کانال یوتیوب من خوش اومدید. امروز میخوام 10 تا از مهمترین درس‌های شمعسازی رو که خودم توی کارم بهشون برخوردم و به من کمک کرد که توی کارم خیلی پیشرفت کنم رو به شما یاد بدم تا شما بتونین تو کارتون ازش استفاده کنین تا بتونین هم شمع‌های زیباتری بسازین، هم زودتر به درآمدزایی برسین و همین که بتونین لذت کاری رو که شروع کردین رو خیلی سریعتر و خیلی بیشتر ازش استفاده بکنین. اولین چیزی که میخوام راجعش باهاتون صحبت کنم یادگیری اصوله. ممکنه هر کسی که تازه وارد شمعسازی شده یا اینکه یه مدت کوتاهیه که داره توش فعالیت میکنه به خودش فکر کنه شمعسازی خیلی هم کار پیچیده‌ای نیست. فقط کافیه وکس یا پارافینتون رو آب کنین، اونو داخل یه ظرف یا جار یا قالب بریزین، فتیلتون رو داخل کنین، از رنگ‌ها یا اسانس‌ها استفاده کنین و بعد شمع شما قابل استفاده است. ولی این اشتباهه. استفاده کردن از این موارد ذهنی و یا هر چیزی که هر کسی هر جا دیده باعث میشه که نه تنها شما شمعساز خوبی نباشین بلکه همش به مشکل بر بخورین و شمعهای خوبی نتونین تولید کنین. هنر شمعسازی هم مثل هر هنر دیگه اصول خاصی داره که شما باید اصولش رو بلد باشین. هر چقدر شما این اصول رو بهتر و دقیقتر بلد باشین، هر چقدر بهتر بتونین اونها رو برای خودتون تکرار کنین و توش تجربه داشته باشین باعث میشه که شما شمعساز بهتری بشین. اینکه شما بدونین که پارافین ها چند نوع هستن، وکس ها چند مدل هستن، وکس های گیاهی، وکس های شیمیایی، رنگ های مایع، رنگ های جامد، اسانس‌ها، فتیله‌ها، انواع ظرف‌ها، انواع قالب‌ها. شما با هر کدوم از این مسائل باید به صورت جداگانه و به صورت تخصصی اول آشنا بشین تا بعد بتونین یه شمعساز حرفه‌ای بشین و بتونین شمع‌های زیبایی بسازین. اگه شما دوست دارین که هر کدوم از این موارد رو به صورت اصولی و حرفه‌ای جداگانه یاد بگیرین، من آموزش‌هاشو برای شما به صورت کامل توی کانالم قرار دادم که میتونین هر کدوم از اونها رو دونه دونه ببینین تا با هر کدومش آشنا بشین، با انواع مختلفش و کاربردهاش و بعد از اون شما شروع کنین که از این به بعد شمع‌های حرفه‌ای تری بسازین که با شناخت بهتری باشه نسبت به این اصول و مسلما شما هر چقدر که دانشتون رو توی زمینه مواد اولیه و موادی که استفاده میشه تا شمع‌های زیبا ساخته بشه بالاتر ببرین، مسلما شمع‌های زیباتری میسازین، شمع‌های حرفه‌ای تری میسازین و مشتریان بیشتری خواهید داشت که میتونین از اونها برای درآمدزایی خودتون استفاده کنید. دومین مسئله طراحی کردن و تست کردن شمعیه که شما میخواین اونو تولید کنین و وارد بازار کنین. وقتی شما میخواین یه شمعی رو تولید بکنین اول از همه باید تصمیم بگیرین که میخواین چه شمعی باشه، شمع قالبی باشه، شمع شاد باشه، شمع جار باشه، چه رنگی داشته باشه، چه اسانسی داشته باشه، چه فتیله‌ای باید واسش احتیاج هستش و بعد با توجه به تمام این مسائل و با شناخت اصولهایی که یاد گرفتین و کنار هم گذاشتین بعد شمعتون رو تولید کنین و بعد از اون حتما قبل از اینکه شمعتون رو دست مشتری بدین اونو تستش کنین. خودتون با استفاده از اصول تست کردن اونو یه مدتی روشن کنین، ببینین که چه نحوه سوختنش چجوریه، فتیلش دود میکنه یا دود نمیکنه، حسچه وکس یا پارافینش به چه صورت هستش و بعد از اینکه مطمئن شدین شمعتون هیچ مشکلی نداره میتونین اون رو روانه بازار کنین. یه راه خیلی خوبی که من پیشنهاد میکنم میتونین از اون استفاده کنین اینه که شمعتون رو در اختیار دوستان و آشنایان قرار بدین و از اونها هم بخواین که اون شمعها رو برای شما تست کنن و اینجوری شما بازخوردهای بیشتری دریافت میکنین و اگه احیانا شمع شما مشکلی داره میتونین خیلی راحتتر اون رو حلش کنین و شمعهای بعدی که میسازین دیگه اون مشکل رو نداشته باشه. مورد سوم دما هستش. دما خیلی مهمه. ممکنه خیلی از شمعسازا به خودشون فکر کنن خب همین که دمای پارافین یا وکس ما میره بالا و دیگه قابلیت اینو داره که رنگ ها یا اسانس ها داخلش حل بشن و در واقع پارافین و وکسشون آماده بشه خوب هستش، در صورتی که اصلا اینجوری نیست. توی شمعسازی دما خیلی مهمه. دمایی که شما باید مواظب باشین از اون دما بالاتر نره وکستون، دمایی که شما باید رنگ رو اضافه کنین، دمایی که شما میتونین توی اون اسانستون رو اضافه کنین، دمایی که میتونین توسط اون دیگه مناسب هستش و شما میتونین داخل ظرفتون یا داخل قالبتون بریزین. این همه دماهای متنوعی هستش
که برای اینکه اگه دوست دارین که هر کدوم از این دماها رو جداگونه هم بدونین، میتونین به ویدیوهای من مراجعه کنین. توجه کنین که اگه دماتون بیشتر از اون دمایی باشه که باید باشه، رنگتون میسوزه، اسانساتون از بین میره و شمی که میخواین بسازین دیگه شم مناسبی نیست. و اگه دمای پایین باشه باعث میشه اسانس ها به خوبی حل نشه، باعث میشه که وقتی که اونها داخل شات و جار میکنین به خوبی به دیوارها نچسبه، در واقع دورش سفیدک بزنه و شم شما نه از کارایی خوبی داشته باشه و نه اینکه زیبایی ظاهری داشته باشه که مشتریان شما بتونن از اون استفاده کنن و دوست داشته باشن. مورد بعدی استفاده از ترندها و در واقع شمع‌های بروز هستش. شما به عنوان یک شمعساز میتونید با یک سرچ ساده ببینید که الان چه مدل شمع‌هایی توی بازار طرفدارهای خیلی بالایی داره، فروش خیلی خوبی داره. اطراف یعنی در واقع افراد به سمت اونها گرایش خیلی زیادتری دارن. مثلا چه اسانسی الان توی بازار بیشتر طرفدار داره؟ فصل گرم هست یا فصل سرد هست؟ چه رایحه‌های مورد توجه؟ چه شکل‌ها و قالب‌هایی وارد بازار هستن؟ مثلا ما نزدیک یلدا هستیم، نزدیک سال نو هستیم، نزدیک کریسمس هستیم، در واقع چه مناسبتی هستش و ما میتونیم تو اون زمینه شمعسازیمون رو ببریم به اون سمت و به اون رنگ ها، به اون رایحه ها و به سمت اون قالب ها بریم تا بتونیم مشتریان خودمون رو افزایش بدیم. مورد بعدی برنامه ریزی هستش. وقتی شما میخواین کارتون رو شروع کنین باید این حتما مد نظر قرار بدین که میخواین چه نوع شمع‌هایی تولید کنین، به چه وسیله‌هایی احتیاج دارین. اینجوری نباشه که شما اول کار یک عالمه وسیله بسازین و بعد ببینین در واقع وسیله‌های تهیه کنین و بعد ببینین که اصلا به این وسیله‌ها شما احتیاجی هم نداشتین، یا مقدار زیادی وکس و پارافین تهیه کنین و بعد ببینین که خب به این میزان احتیاجی نبوده، یا کمتر تهیه کنین و وسط کار وقتی دارین شمعتون رو تولید میکنین ببینین که خب احتیاج به بیشتر داشتین یا رنگاتون تموم بشه یا یه سری رنگ‌ها رو اضافه بیارین. پس اول کار برین برنامه‌ریزی کنین و ببینین که میخواین تو چه سمتی پیش برین، به چه چیزهایی احتیاج دارین تا از خرید لوازمی که برای شما لازم نیست پرهیز کنین و همچنین وسایلی که احتیاج دارین رو در دسترستون داشته باشین که بتونین اونها رو بسازین. و مد نظر قرار بدین که شمعسازی به این صورت نیستش که شما امروز و فردا شمعسازی کنین و روزهای بعد نکنین، بلکه باید یه جوری توی برنامه روزانه‌تون در واقع قرار بدین که هر روز بتونین یه زمان و یک ساعت‌های خاص رو به این کار اختصاص بدین که نه برنامه شما خیلی شلوغ بشه و نه اینجوری بشه که یه مدتی شما اون رو رها کنین و دوباره برین سر وقتش. مورد بعدی لیبل گذاری هست. شما یک شمع بسیار زیبا و عالی رو در واقع تولید کردین، اون رو روانه بازار کردین. وقتی مشتری رو تهیه میکنه باید بدونه که این شمع از کی خریده که دفعه بعد خواست اون رو تهیه کنه بتونه از شما اون رو تهیه کنه. و اومدیم ما یکی از مشتریای شما اونو خواست به این نفر دیگه هدیه بده، اسم شما باید مشخص باشه. بعد توی شمع‌های معطر و یا شمع‌های شات و جار باید مشخص باشه که توی این شمع چه رایحه‌ای استفاده شده. شما باید اسم خودتون رو، مشخصاتتون رو، حالا سایت اینترنتیتون رو و یا آدرس اینستاگرامتون رو روی اون قرار داده باشین یا شماره تماس یا هر مورد دیگه‌ای که خودتون دوست دارین رو که بتونن شما رو پیدا کنن و بتونن با شما تماس بگیرن. بعد اطلاعات دقیقی از شمعتون روی اون قرار بدید که مشخص بشه که چه رایحه‌ای داره، از چه وکسی استفاده شده. سعی کنین که از حروف زیبا و یک طراحی بسیار زیبا استفاده کنین که خود اون به جذابیت کارتون اضافه کنه و باعث شه که کار شما جذابیت بالاتری داشته باشه. مورد بعدی خدمات مشتریان هستش. وقتی شما کارتون رو شروع کردین این شما هستین که باید مشتری رو پیدا کنین، مشتری رو جذب کنین و مشتری رو نگه دارین و در واقع شما باید ببینین که مشتریاتون سلیقه‌شون به چه نحوی هست، به چه سمتی هست، چه خواسته هایی دارن، چه رایحه هایی، چه رنگ هایی، چه قالب هایی رو بیشتر میپسندن و در واقع سعی کنین که با مشتری مداری بتونین مشتریان خودتون رو افزایش بدین که به اون سمت برین که به سلیقه اونها نزدیکتر بشین تا بتونین هم شمع‌هایی که اونو بیشتر دوست دارن رو تهیه کنین، هم اگه نکته‌ای هست بتونین برای اونها رفع کنین، براشون تهیه کنین که رضایت اونها رو جلب کنین تا به این ترتیب بتونین درآمدزایی بالاتری داشته باشین. مورد بعدی یادگیری هستش. هنر شمعسازی هم مثل هر هنر و علم دیگه‌ای به روز رسانی میشه، چیزهای جدیدی توش وارد میشه، رایحه‌های جدیدی، قالب‌های جدیدی، اصول جدیدی، فنون جدیدی. اگه شما فردی باشین که با همون تفکرات قدیم و همون سبک سنتی شمعسازی کنین مسلما نمیتونین خیلی مشتریای زیادی داشته باشین یا خیلی تو کارتون پیشرفت کنین. ولی اگه فردی باشین که سعی کنین که علمتون رو بروز کنین، تحقیق کنین، سرچ کنین، فضاهای مختلف
توی رسانه‌های مختلف شرکت کنین و ببینین که چه شمع‌هایی، چه مدل‌هایی، چه اصولی وارد بازار شده. این به پیشرفت کار شما خیلی کمک میکنه و باعث میشه که شما توی حرفتون بالا باشین و بتونین همیشه پیشرفت کنین. مورد بعدی صبر کردنه. شمعسازی هم مثل هر کار دیگه‌ای وقتی شما اونو شروع میکنین همون موقع به شما جواب نمیده، بلکه باید زمان بذارین، فعالیت کنین، عکس و فیلم تهیه کنین، سعی کنین روی بهتر شدن کارتون تمرکز کنین و زمان بدین. صبر کنین، بذارین بین مشتری ها، بین افراد مختلف شما توی جامعه خودتون شمعسازی و اطرافیان خودتون مطرح بشین. زمان بدین که جا بیفتین و بعد از اون میبینین که نتیجه کارهاتون رو چقدر میتونین بهتر و بیشتر دریافت کنین. مورد آخر فروشه. همه این کارا، همه این حرفا برای اینه که شما بتونین شمع‌هاتون رو بهتر و بیشتر بفروشین. برای اینکه بتونین فروش بهتری داشته باشین باید دائما توی فضاهای مختلف، حالا اگه رو سایت فعالیت میکنین یا روی اینستاگرام یا یوتیوب یا هر فضای دیگه‌ای که دارین فعالیت میکنین، باید دائم حضور داشته باشین. با افرادی که فالوتون میکنن یا دنبال کنندگانتون هستن باید تعامل داشته باشین، باید شمع‌های زیبا تولید کنین و در واقع انرژی زیادی شاید اول کار باید بذارین، ولی مسلما بعد از گذاشتن این انرژی نتیجه خیلی خوبی میتونین از شمعسازی بگیرین. وقتی که به درآمد میرسین، وقتی میتونین حاصل زحمات خودتون رو ببینین، خستگی شما هم مسلما از بین میره. اگه سوال دیگه ای دارین که من توی ویدیو بهش جواب ندادم، خوشحال میشم که برای من کامنت بذارین. خوشحال میشم کانال منو سابسکرایب کنین و فالو کنین. روز خوبی داشته باشین و خدا نگهدار.